درسی صلح با شرکت امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز چهارشنبه 3 آگوست در بینای نوی اکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان صورت گرفت. این در حالی است که درسی صلح در تاجیکستان همساله با شرکت رئیس جمهور روز 1 سپتامبر برگزار میشد. روز 3 آگوست وبسایت پرزیدنت تاجیکستان گفت که در این روز امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با هدف انجام سفر دولتی و شرکت در همایش بریکس به پکین سفر کرد. جلسه سران کشورهای بریکس روز 3 سپتامبر برگزار می شود. با وجود آنکه همسالت درس صلح در تاجیکستان 1 سپتامبر برگزار می شود، اما این چهاربینی امسال 2 روز قبل برگزار شد. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 3 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که خوانندگان صنف‌های بالایی به مکتب‌ها دعوت شدند و درس صلح را در اکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان با شرکت پرزیدنت صورت گرفت. شبکه‌های تلویزیون دولتی به طور مستقیم پخش شد، تماشا کردند. با گفته سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان، سر از 1 سپتامبر طبق جدول درسی در مکتب‌ها جریان تعلیم آغاز می شود. با گفته سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان، 1 سپتامبر سال 2017 در تمام مؤسسه‌های تعلیمی نو بسته از شکل تشکیلی و حقوقی و تابعیت درس‌ها طبق جدول درسی به راه مانده شده. 2 سپتامبر روز استراحت اعلان شده است. او افزود رئیسان و مدیران مکتب‌های میانه و عالی کسبی و سرداران ریاست‌های معارف وظیفه‌دار شدند که رفت اجرای قرار مذکور را تأمین نمایند. قبل از این اظهارات، وزارت معارف و علم امام خطیبان مساجد در موعظه پیش از نماز جمعه ساکنان خواستند که فرزندان خود را روز 1 سپتامبر به درس فرستند.